به نام خدا، داستانی میخوام واسهتون تعریف کنم. داستانی یه دختری که برای جن همزاد به دنیا میاره. توی شهر بزرگی یه خانواده زندگی میکردن که توی این شهر بزرگ دختر تحصیل کرده بود و موقع امتحان میخواد بده، وقتی که امتحانی که میده امتحانش تمام میشه، میخواد بره به پدر مادرش بگه من میخوام برم روستای ده پدری که یه چند روز اونجا بمونم. پدر مادر این دختر که اسمش آواست میگه آوان اونجا نرو، اونجا به درد تو نمیخوره. خلاصه آوا به حرف پدر مادرش گوش نمیکنه و سرش جمع میکنه راهی روستای پدریش میشه. وقتی که وارد روستا میشه میگه و روستا چقدر ساکت، سکوت تنها، اصلا نه سر صدایی نه آدمی